برو. بله برو. پولا سرشیر آمده برو. گفتی سو وقت بیا. پولا سرشیر آمده برو. سر تو خدا یک تک به خلاص دیگه نمایی که تو دارم و بفتکه. و در وقت پولا سرشیر آمده برو. چی همودایی بودی تو؟ 3.5 ساعت سرشیره بودی بشتی باشم ببردن سرشیره من باشم از تجمعی. پول بری خسرا کنم جامعه جستری باشم. خب پولا آمده برو. پولا بده تو دیگه بیشتر آدمی بود دیگه به دست اون نیر سرشیر کچره دیگه نمام سرشیر نمام پولا آمده برو. تو هم تک تک کردن بلد نی تو اشته بلد نیم من چه تک تک میکنی تو پولا آمده برو نانه مگو نده به نسیه پولا بده اکثر گفت پولا بده نیه برو نمازدگار بیا کچره نمازدگار بیا حالا کجا بیارم بابا سرشیره بخوردی تو نانه من میگه به قرض نده گومو خشک میکنه سرسو واسه که تک تک گوم علاف ما یک کنجاره ما برو خرج خود برو ما پیشگاه بندازم خو نادی نسیه وقتی که نسیه بگم طاقت تو پلوت مرده که بده دیگه کچره نه خود تو نگفتی سو وقت بعد نماز بیا حالا سرسو کجا بیارم آنو شیر مادر و بس تو دمیل روز میشکشی مردم خبر برو کدوم مردم خبر برو که بعد جغاجو نکش برو پولا مربده برو خاله دیوری سرسو هم مردم خیلی برو بنام چاش بیامیده برو خاله جان برو چاش بیامیده چی خدا داری نه چی خودی کی جنجال میکنی به چی می خاله جان سلام علیکم من نباشین خاله و علیکم نه من پیارم سرشیرایم خاله جان نه چیز پیار سرشیرا نه خاله جان نریم کجا میره خاله چرا قول مقول میکنی به چی خوبه گردم خاطر چی جانی بدیم به لاف کنه که بره سعی کنی لاف کنه تو نانه تونه خاله جان من لاف کنیم خاله جان سعی کنیم نانه مگو تک شما میرم پولا من بقیل به خرج گرم دیشب من کچیریا من گرم گوش نمی کچیریا خوب بردم من لختم پیش گرم گوش نمیدم ما کنجاره میخریم علاف میخریم گرم خوب همه پولا سرشیرا مربل خود بشکه باش من خاله بقیل از نمیدیم من بد کردم چند دانشه به چی می؟ کم سو جمع شد اینجا 90 ریپیه و 350 ریپیه میشه 890 ریپیه چی میگی تو نه چی میگی؟ اگر میگم میسته که تو چه بسته که چه پول پیدا میکنم اگر میسته که برو راه بگیر کچاره بچاش خاله راست میگه به چی میبدی پول کارگونا داره دیگه مسکین پول داره پیش خوبه نه نمازدگار بیا برات پول خب من میدم اگه اینا ندادم بعد هر کس ما تقاس میکنم میاد کدوم نمازدگار خاله امرو نمازدگار به چی برو خیر یعنی امرو کشاو میشه به چی خوبه گردم برو خیر برو ساعت تو ما گپ میزنه تیک تیک نکن برو نه جو برو خاله جان سرشیر نمایی حالا فعلا پول نداریم به چی میگه برو نه نگاه پیش سرشین هستن تیک تیک کردن دست رو بلد نیست سرشین ما اینجا گناه داره نه خود مردم قال مقال نکن به چی میگه برو خاله جان کلی 160 ریپیه اگه میفش چی رقم مردم بیعقلی بیده ای خاله خاله سرشیر مرد خواهد بخیر سگ مندی طور بگیره ما نمیگذاره خودی قبل زنم اشتا کنم مگه الان مولو ما مقاله بزی درجه سرادگه مرتکه هر چی بیارم من به نسیه مایم چه مدار مدگه باشه به نسیه نمیفکشم بله سلام علیکم برای جو بله در سلام شما پولم دیوش که ماسه که دیرو نانه که بستن در برای نانه می دیشب مر 3 لات کرد من نانه مر 2 داد پیار مر آخ که انال من آخ شدی پیارم بفهمیدی مدر من گفت تشیری سینی خود به تو به این ندارم که تو دیگه میری ماسا و سرشیرا خود هی به غرض میرفیشی اما دیشه خیر دیدی که به میشو وقت مگاری هر پول کرده و خیلی بیه برای پولش سرشیرا خود که ما بجیستیم ها خب کلاپ تو فقط میگی چندون چطور میبونه سرشیر ما سبق سو وقت میخرم یا چه لقلقه مردم هم خیره لککای دکتر بگیره آخه بگو خیر که ندیدی میامدی نمازدگار میامدی برو سلام مستنکه کم برفت تو میگه نمازدگار بیا تو میگه نمازدگار من نمازدگار گوه خود میبرم اولم برو حالی پول در اقبلک نداره حالی گوزا ما کشمیشیه گردن مبن میشه یک ریپی بخونیم اونیه کچری نیه؟ اون نیه دگاری وقتی نیه کجا تو زمین برو ماسا بیا برو حالی ماسا تو رو هم بخونیم من به نسیه نمیفیشم و به قبرش چرا داره تو فیل نداری پیلا ماسا ما نمیاری چوب کو چوب کو کاکا چوب کو نه چی کار مردینه بله سلام علیکم این برای پیار شما نم پیار بگو پیار منی هم بگو چی خور مقال میکنی برو رو چی گفته این چیز گپینیه بریم هیچ گپینیه برو جان
بالا جان شما این برستا شیر دست من صبر کن. حالا بی بوش کن ما صبح تا سر تو میزنم. با تو رفتی نداره. بالا جان سعی کنی. ما چیر کرده مادر آخ کرده ایم. راست میگی. بالا پیار ما را آخ کرد. خب مادر به شیر سینی خود به من به ایل نکرد. خب ما بالا ما سینیم سال میشه گویدری داریم. یک گویدری خود یک گوسفند بزغاله. شیر میده بالا. اینا میاره به تاقل سر شیر میده میفروشیم. به یک سر سر شیر میفروشید و مرتکه میگه بالا نمازدگر بیا نانی و گو. این بیا ماده پولا من نمیده بالا. شما چی رقم ماست فروشید؟ چندی از این مایی؟ کی؟ برو میگم بابایی. از این چند پول می؟ 290 میشه 18 سال. کجی؟ 290 ریفیه. برو برو 18 پیه داده نمیدی یخلی. حق مسلمان بدی نداره آدم غریبی میان تو غریبی و مگردن و من به شما در گوشنگی می شما حسین کتو آخی تاشون خودمی سلطا و می هفته های سرخ بتانو بابا شما را پدی با بله جنه گیش کم هم با چی میگم یا می سلطا ماست کاسی سرچین میرزم تا سلطا کتاب اعدال تبا نمازدگر مگساتور بلسته خیلی بینی تشکر بگی برو ماما این چندیه؟ این 5 این 50 روپیه تو میگه 290 روپیه ما از تو برو همون پولا شما نه برو 290 ماما چند نمیشه 290 نه که گناه داره ماما بابا هیچ کافی نیست شما برید داره دو کار خوبه بابا جو ماما 290 چند نمیشه بابا بودو بار ببینی یاره کوه برو در پولاتور میدین دیستری خیلی لکه مثل ملک برگرد و میکشی تو دل خوبه که تو چاپ کن ماما جان 290 چند نمیشه 290 آه 290 حساب کنه که 20 بکن چنده 300 بکنی 200 آب بخش من واسه گرم اصلا 20 روپیه کم 200 20 بکن 200 این 50 روپیه تقریبا 130 روپیه لگم گاری با تو بده 130 روپیه که چند از 18 کم میشه 18 ساعت همین 290 بده 18 نمیشه ماما جو تو مثل که به حساب نمیفهمی تیاره برو برو ماما پولا خوبه بیا بابا دیگه رو کی بیا و قشنگ ماست که داری بیایده ماست شیر داری سه شیر اما ماست با چند سر شیر با چند به تقل من نقد میدم با تو ماما مثل از اینایی تو کلاوردار نیو چی؟ پولاتور نقد میدم دار شمانی راست میگم مرتکه بخورم نمیده این کلی سلیسی خب این بشکم به 90 ماست گفتی آه بیار ماما بده بیروه نه است پولا خورا بری بره با در سرا که پولاتور بودم ماما دیگه تو چری تو آدمی نه قرض نسیه نمیفیش نه نه یکی نک به در سر ماما بیاری و چی بیاری گوش کن که شیراتو چپا نشه شیر نداره این سه سر شیرا بیا بله مرا کی میام مرا و قشنگ جمعی آینده شب جمعه آینده بلیو نه یه دیگه کاری فیلم پیجوری درک پرکی نداره خوبه برو خیلی بری گناه داره که جیرا قضی مسلمان نخو او با تو نگاه تو با رونال یک جد خود دل چیز مردم داره سلام ماما نوروز شدن یادم خیلی خیلی سلامت خوبه ماما جان این بچه خو گیله که بگم دیگه با ما سرشیر و ماست و اینا نه ما تیل چرا اشتباه کردیم ماما جون نفهمیدین که بچه شما ایت نوکیسیه شما نوکیسه این خب دیره با ما سرشیر آورده نیم کیلو سرشیر آورده 1 کیلویی بده چه بر بیده بشکه ماسی آورده باز امروز صبح وقت بیامده در سرا وعده نماز تک تک که پولا ما بده خب گفتن صبح گفتن به تو بیا گفتن نه خب صبح شده صبح آخی سو وقت که همه خواه قیقه داده به در سرا انداختنده مادر من گفت پول نبوده همسایه هم به قیقه داد شدم به در سرا که چی گفته مار 20 از سرشیر خوردن کرده 20 از دوغ ماست خوردن کرده کجا بزنی تنه کسته کلالا گو خیلی داره چه گل که شکم سیر نکنی نشیر میدنی هم داره و گل که خرج داره هم شما به گپ میفهمین ما به گپ شما برسیدم که همسایه داری گاهی و تو هم پول نداره ما به گپ شما برسیدم که شما چی میگین بالاخره همین گل خرج داره خرج ندی نه شیر داره نه ماست داره نه هم دو نه هم سرشیر بفهمیدی رمزون جان گل خرج داره از تموم همی دنیا ما نوروز قرض و نسیه هم هسته بازم من لالا بچه بیعقله نافهمه بازم من معذرت میخوایم برای خوبه گذارم خود شما همی تو قضاوت کنه همی گل تا شکم سیر نباشه شیر ماست داره شما یک طرف فوکس کردیم بالا همی گل دیگه گپ یاد نداره ماما نوروز خب یعنی چی بگم؟ یعنی همی که شما یک روز اگه تیر شه بالا همینا ما و شما دیوار همسایه ما میجیم نه کی گفتم میجیم من گفتم صحیحه خیره ما ماما نوروز آدمی تا ده مدام ما بشکه ماست مثل میارن شیر چیزی به کار دارن مثل آدمی حق همسایه ها که گوی دارم مثل این تنیه به 2 روز 3 روز و 5 روز پولا اینا نمیدن این دیرو بستن امروز صبح بیانه درست میدونه که میمن روزانه مادر کم که به شیر و
سرشیرا اینا رو که موساد میده دست میگه بفروشه پولا رنج بست کنه او هم گپ مادر خود پیش میکشه بفهمی مادر ما زنده بفهمی نه همسایه هم دیر پس میشه تو با ما به خونه برای اینو میگم یاره نگه مامان روز ما تیرم ما صدوقی ما نمایم لالا جو ما صدوقان خدای سهر شما و داغ بخوریم و جوش بخوریم ما بیزدار از این ما صدوقی که قداد کشم مادر معمال هن اثر آمده رمزون جان میگه خود نباشه که یک ما صدوق دارم بیارم هر وقت که خود شما بگه ما بیام برد اصلا دیگه گله کنم در سر شما رای نکن دیگه چی؟ در سر رای کنیم بگیم اگه همسایه میگن ندارم یا دیر پس دیگه اونجا با دول خور بگردن خونن ما برای میگم دیگه بازم معذرت میخوام خیر مامان روز خیر کم خیر بینید زنده باشه باز جانشینی دیگه می‌بینی چه گزنده باش سلام بودم تو میرم رو صحرا دیگه کار دیگه بله حالا هر روز دیگه گیلاگ شیرموسا میاره گو میاره ولی ها منتظر شیرموسا خوبی هسته شیرموسا خوبیه مامان روز خدای خیلی شیرموسا خوبه سرشیران خوب سرشیره خودم میخوایم مدام شما رو دوام میکنه خدا اینا خیر بده چیزا خالصیه یک چیز دیگه مستم شما بگم روز یک شکایت تخیوری دیگه هم از به چه شما دارم با چی شکایت؟ یاره خودم گیله که آدم خود پر بگیره خیلی اشتباهه چره؟ مامان رو صبح به سرا خیلی بودم صبح وقت نه وقت زده دیدم در سرا می تک 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 هنو مغزم کار کرد نه چی گپ اخیری داشتم همین تولکی خود خوبه نختم بیرون من گفتم چی کی نکه در سرا یک دم میبینم گیله خالی بوشکا و سطل استاد بله اما پولا سر شیرا بیاره جیغ میکشه پولا سر شیرا بیاره چه بیا من گفتم گیله جال وقت سو وقت مول نمیامد یا خبرات بلادن مزدگر میایه که حداقل یک جای کار کنه آدم پول بیاره به خونه به تو بده نه اما بده مدام گفته پول کاخر جمع کن پویش از 100 روپیه کنی 100 200 ارزش نداره که تو سو وقت در ساعت تک 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 کار خوبی نیه گفتم ما اول کردم اون از خدایی به شما بترسیم میکنه در ساعت فقط نمیتونم واسه مزبور که دیگه نمایم گیله جو اصلا ما دیگه اشتباه کردیم اصلا نمایم نیست سرشی مایم نشی مایم با مادر بیرشو خیلی گفت بچه نمیفهمه که گیله کم ساده تر خیلی باشه مادر گفت خیلی گپی نه با ما واسه شما بگم والا گوش شما میگم همین سرشی شیره کاری میکنن پولکا یا چاش برات رای کنه گیله که نماز دیگه هم به خود ساعتی کرده بیا در سر پولا جمع عباس جو بچه ساده نافهم خود میفهمم اون روز به اون خاطر مادر من گفتن خیر باشه که پازی بفهمیدی شما به دل خود نگیری میفهمم در سر نمیام به صبح ما برای میگم که دوباره به صبح وقت به در سر شما نه اما تو شما میتر صبح شیر خود در سر ترزی کنه برای میگم که دوباره صبح وقت نه در سر خیلی منطقه صبح خیلی اصلا من خراب کنم خیر معذرت بگه